چالش دوخت استعمال کراپ تاپ روز اول اندازه‌گیریمون رو انجام میدیم. چون کراپ تاپ به صورت ضربدری از متر رو از دور گردن رد میکنیم و تا دو طرف زیر بغل اندازه‌مون رو میگیریم. اندازه‌مون شد 90 سانتی متر. یک دومش میشه 45. چون که پارچمون کشیه 2 سانتی متری کم میکنم. 2 تا 3 سانتی متر میشه 43 سانتی. پس یه دونه مستطیل میکشیم به طول 43 و به عرض 25 تا 27 هم میتونه باشه. 6 سانتی متر از این گوشه مستطیل داخل میشیم. 7 سانتی متر هم پایین میایم. این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنیم. از گوشه پایین 10 سانتی متر داخل میشیم. این نقطه رو به اون گوشه بالا وصل میکنیم. این نقطه رو به صورت خط فرضی میکشیم. از این خط 17 تا 18 سانت پایین میایم. از این نقطه به این گوشه وصل میکنیم. دو تا وسط این دو تا خط رو مشخص میکنیم و 1 سانتی متر میایم بیرون به صورت هلال با پیستون میکشیم. دور تا دور خطوط رو برش میزنیم. نیم متر پارچه ریون دارم. به صورت دولایه تا میکنم. الگو رو روی پارچه میذارم، روش وزنه میذارم و دور تا دورش رو چون که پارچه کشی هستش بدون زاپاس برش میزنم. اینم از این دور تا دور سینه هم نیاز داریم. 1/2 دور سینه که اندازه گرفتیم شد 44. حالا پهلوی این قسمت اندازه میگیریم میشه 19. پس یه دونه مستطیل ما میخوایم به اندازه 44 در 19 سانتی متر. این قسمت برش پشت بود که بدون زاپاس برش زدم. حالا میرسیم به دوخت جلوی تاپ. 4 تا تکه رو از هم جدا میکنم و دو تا از سرشانه به هم دوخت میکنم. خب سرشانه رو به هم دوختیم. یک تکش پارچه اصلی بود، یک تکش آستر بود. این دو تا تکه روی هم میذاریم و از این قسمت جلو و قسمت حلقه دو طرفش باید با سنجاق فیکس بشه و باید دوخته بشه. به جای دوخت با چرخ میتونیم با چرخ سرروز 14 اگر دارید سرروزش کنید. حالا دوخت که شد برعکسش میکنیم و در اینجا قسمت جلو آماده شده. قسمت پشت رو هم اون مستطیلی که برش زدم یا مستطیل دیگه هم برش زدم که آستردار باشه و بعد پهلوها رو به هم دوخت میکنیم. مثل بقیه آسترکشی ها پهلو به پهلو روی هم میذاریم و با سوزن فیکس میکنیم و بعد زیر چرخ دوختش رو انجام میدیم. خب در این قسمت دوخته شد. این برمیگرده و میاد این قسمت. و حالا این دو طرف هم روی هم سنجاق میکنم و از ابتدا تا این قسمت دوختش رو انجام میدم. خب حالا بچه ها این قسمت جلوی کارویی دوخت میزنم و دوخت میکشم یه خورده اینجا رو خورد میدم. پایینش رو یه دوخت ساده زدم و بعد نخ رو میکشم که جمع بشه. یه حالت خیلی چینه ریزی توی این قسمت میفته. حدوداً 2.5 تا 3 متر نواراری بکشیم. میخوایم وسط نواراری رو به وسط پشت سنجاق کنید و بعد دوختش رو از وسط پشت شروع کنید. یک بار به سمت راست دوختش رو انجام بدید. یک بارم دوباره از وسط پشت به سمت چپ دوختش رو انجام میدیم. اضافه نوار رو هم دوخت میکنیم. اینم از نتیجه کراپ تاپمون.